خانم دکتر عزیز، همیشه شما همکاران محترمتون اشاره می‌فرمایید که برای بارداری آمادگی از قبل از بارداری باید صورت بگیره. صحیح. و حتی همین تغذیه که داریم راجبش صحبت می‌کنیم از دوران قبل از بارداری باید تنظیم بشه. در این رابطه هم بفرمایید. بله حتما. ما معمولا برای خانم هایی که قصد بارداری رو دارن توصیه میکنیم که از 3 ماه قبل از اقدام برای بارداری شروع کنن به سلامت تغذیه‌ایشون و برنامه درست تغذیه‌ای در طول روزشون. علاوه بر اینکه برنامه غذایی و تغذیهشون باید در طول این 3 ماه قبل از بارداری تنظیم بشه، در کنارش استفاده از مکمل هایی که برای آمادگی برای ورود به مرحله بارداری نیاز هستش رو هم باید در کنارش مصرف بکنن. و همیشه ما میگیم که نیازهای تغذیه‌ای یا برنامه تغذیه‌ای مادران، من همیشه به مراجعینم تاکید میکنم که در کنار تغذیه مادران، پدرای عزیزمون هم باید در دوران قبل از اقدام برای بارداری از تغذیه مفید و مناسبی استفاده بکنن. اگر که حالا مصرف سیگار، قلیان دارن، اونا رو ترک بکنن، چون در کیفیت حالا اون جنینی که تشکیل میشه تاثیرگذار خواهد بود. یعنی فقط همراهان عزیز فکر نکنن که تغذیه‌ای که ما صحبتش رو میکنیم قبل از بارداری فقط مختص مادران هستش. پدرای عزیزمون هم نقش خیلی خیلی موثری در حالا ایجاد یک جنین سالم و تولد یک نوزاد سالم دارند و باید بهشون توجه بشه. دقیقاً نکات بسیار خوب بود که اشاره فرمودید. یعنی نقش زوجین رو شما اشاره فرمودید، تغذیه هر دو نفر برای حالا تشکیل یک جنین سالم رو اشاره فرمودید.